همه چیز درباره اسکار 2025. در میان جدیدترین اخبار سینما و تلویزیون مطلع شدیم که آکادمی علوم و هنرهای سینما سرانجام مجری اسکار 2025 را معرفی کرد. همینطور که رسانه کامینگ سون گزارش داده، این دومین سالیه که جیمی کیمل برای میزبانی این رویداد برجسته باز نخواهد گشت و همچنین در ادامه این گزارش نوشته شده که اسکار 2025 قراره که در سالن تئاتر دالبی واقع در منطقه هالیوود شهر لس آنجلس برگزار بشه. 97مین دوره جوایز اسکار در تاریخ 12 اسفند 1403 یعنی 2 مارس 2025 به میزبانی کونان اوبراین، کمدین و مجری آمریکایی برگزار میشه و راج کاپور و کیتی مولان به عنوان تهیه کننده اجرایی این رویداد فعالیت میکنن. در گذشته شایعاتی هم از میزبانی اسکار 2025 توسط رایان رینولدز و هیو جکمن یعنی زوج بازیگر ددپول و وولوراین به گوش میرسید که بعدتر تکذیب شد. حالا به ترتیب مدیرعامل و رئیس آکادمی علوم و هنرهای سینما توی یک بیانیه مشترک گفتن که بسیار هیجان زده و مفتخریم که کونان اوبراین میزبان اسکار 2025 او به واسطه طنزپردازی هوشمندانه، عشقش به سینما و توانمندی در عرصه تلویزیون بهترین فرد برای کمک به برگزاری جشن سینما هست. توی 97مین دوره این جشنواره اسکار در بخش بین‌الملل در واقع 85 فیلم پذیرفته شدن. همچنین در باقی بخش‌ها 31 انیمیشن بلند و 169 مستند بلند واجد شرایط از سوی آکادمی اسکار معرفی شدند. اما سینمای ایران با فیلم در آغوش درخت ساخته بابک خواجه پاشا در 97مین دوره این جوایز حاضر خواهد بود. 3 فیلم فارسی زبان دیگر در اسکار حضور دارند که در واقع فیلم ملودی ساخته بهروز ثبت رسول از تاجیکستان و فیلم دانه انجیر معابد به کارگردانی رسولوف از آلمان و فیلم آواز بوقلمون ساخته اگه اسمشو درست بگم متو رنکین از کانادا در این رقابت‌ها حضور دارن. و حالا فیلم‌های معرفی شده چین و هایتی و اردن و اوروگوئه نتونست که واجد شرایط لازم برای حضور در بخش بین‌الملل اسکار بشه و از فهرست آثار واجد شرایط حذف شدن. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو تماشا کردین. ویدیو بعدی من درباره فیلمایی که شانس برنداشتن جایزه اسکار در سال 2025 رو دارن هست. پس اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما چنل من رو سابسکرایب داشته باشید تا ویدیو بعدی رو از دست ندید. برام هفتم همیشه شاد و تازه، تماشا و لذت هر بار سپاس. برنامه هفتم حال روز ما رو عوض میکنه، با هر قسمت جدید دل خوشی میمونه. جمع شدن و دیدن برنامه‌ای که میشه خاطرهای شیرین در دلها ثبت میشه.